طلا گرمی 11 میلیون با دلار 115,000 تومان و اونس 3800 دلاری نمیخونه. یا اونس باید بشه 4000 دلار که طلا 11 تومان بشینه، یا اونس ثابت باشه دلار خودشو برسونه به 120,000 تومان که باز طلا 11 تومانی بخونه، یا نه با دلار 115 و اونس 3800 خورده دلار ما باید طلای 10500 رو ببینیم. 10 تا دلیل بهت میگم که چرا طلا هنوزم جذابه. 1. کاهش نرخ بهره. 2. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک. 3. افزایش میزان بدهی دولت‌ها به ویژه چین و آمریکا. 4. افت بازده اوراق خزانه‌داری. 5. افت شاخص دلار. 6. جنگ تعرفه‌های ترامپ. 7. 300 تن ورودی طلا به صندوق‌های ETF طلا. 8. خرید بیش از 900 تن طلا توسط چین و هند و ترکیه. 9. سیاست‌های پولی انبساطی توی دنیا. و 10. درگیری دولت ترامپ با بانک مرکزی پاور. حالا یه دلیلم شما به من بگید.